گوداز واقعا دیگه این وضع خودرو مملکت ما داره به کجا میره؟ کم حرف مفت بزن. آب این ماشین نگاه نکردی اومدی تو جاده باش. او ماشینگاش ماشینی وگرنه بری آب اینقدر کولی بازی در نمی آورد. بعد دهنت میبندی خدا وکیل الان جرد میدم. روغن ماشینگا خالی کاری کرن انداختی توش. بابا کرنی خدا وکیل روغن حیوانی درجه 1 از هیزا کردم توش. گفتم داریم سفر سر حال باشه. وای این موتور دی باب نگیش دور. بابا این روغن حیوانی کم کردم درستش میگم، فقط نمیدونم تو کرج کجا روغن حیوانی گیر میاد. کم حرف مفت بزن. بدبخت ما کاری توی شهر غریب الان چیکار بابا کنیم؟ نگران نباشی، من خودم یه رفیق دارم تو کرج امداد خودرو داره، تعمیرات سیار داره، ولی باز من نظرم رو روغن حیوانی اگه میدونین تا بریم بخریم درستش کنیم. درده بذار امداد خود رو میشناسی یه ساعت ما رو اینجا معطل کردی. آره بابا امداد خودرو معمولی نیست که، هم ماشین ایرانی هم خارجی هم تعمیر میکنن، هم تعمیر در محل میکنن، هم خودشون یدکش دارن، لازم باشه میبرنش تو مرکز تخصصی دارن با مدیریت آقای هیزم شکن درجه 1. آفرین. آره اینا سایتشان هم زیر همه خدماتشان توشه، فقط هر جای استان البرز باشی فقط یه زنگ